ورفع راياتها من جديد. أخي إنني اليوم صلب المر. البته خاندان تکلیف کردن، من چون که به زبان ازبکی صحبت کردن نمیتونم، عذران انشاءالله فقط به زبان فارسی خداوند به شما عزیزان هم صحبت. یک میگه صحابه میگه از کار اومد، بسیار تشنه بود، بسیار تشنه. که زمان میاد که کاسیات العاریات میبراید، لباس پوشیدگی لچکا میبراید. امروز لباس ها وظیفه خش اجرا ندارد. باور میکنم بعض زنها پوشیده است ناموس. حدیدی سلامت با کیسه های کلاهی های سرنال به خاندان مردی وطنی علی برگردن نسیده چی مقصدی چی آرزوها Ya arkadaşlar pozisyon düzelmiş. Şeyden ya gençler bunu net çocukça yol gibi mi malum? Ne hazırlık açmıyor. ناموس میکنی